خیلی بهتره که وقتتون رو به جای اینکه صرف سریال ها و یا فیلم های عبدالخیاری بکنید، این 2 تا 13 قسمت رو که هر کدوم 44 دقیقه بیشتر نیست تماشا کنید و هرچه بیشتر نگاه خودتون رو به واقعیت گره بزنید. هر انسانی نسبت به جهان بیرون و پدیده های پیرامونش باوری داره که بهش میگن جهان بینی. وقتی که میخوایم در این باره حرف علمی بزنیم، عمده منابع ما مطالعه جسته و گریخته‌ایه که بین کتاب‌های مختلف به ما ارائه شده و عمدتاً هم ناقص بوده، یا به صورت فست بودی در فضای مجازی، تلگرام، اینستاگرام، وبسایت‌های مختلف، وبلاگ‌ها خوندیم که این باعث شده چند پاره‌ای از اطلاعات بین دیتاهای علمی، باورهای سنتی خودمون و نگاهی که خود هر فرد به جهان داره در ذهن شکل بگیره که دلق مرقعی رو ایجاد میکنه که ازش یه هارمونی درست در نمیاد. همین مسئله هم باعث شد که دانشمندان و نویسندگانی باشن که به فکر بیفتن که روایت به زبان علم رو با لحن ساده به مخاطب ارائه بدن. همه این مقدمه ها رو گفتم که برسیم به معرفی 2 تا رفرنس تا هرچه بیشتر با جهانبینی علمی آشنا بشیم. پیشنهاد اولم تماشای مستند کازمس یا کیهان است که در 2 فصل هر کدوم 13 قسمت ساخته شده. اولی سال 2013 با عنوان کیهان یک اودیسه فضایی و دومی در سال حدود 2020 با عنوان کیهان جهانهای موازی. دومین پیشنهادم هم مطالعه کتاب انسان خردمند یا سیپینز اثر جاوید یوآل نوح هراری که مجموعه است از سرگذشت انسانی که تا به امروز داره زندگی میکنه و من و شما هم جزو اون. این کتاب رو اگر هم نتونستی تهیه بکنید، خبر خوبی براتون دارم که میتونید به 2 تا کتاب صوتی یا پادکست برای شنیدنش مراجعه بکنید. اول پادکست ناوکست با صدای قشنگ و زیبا و ترجمه روشن ابدی و دومی هم با صدای رعنا رحیمپور که با کسب اجازه از نویسنده کتاب صورت گرفته. امیدوارم که از تماشا، شنیدن یا خوندن این آثار لذت ببرید و هرچه بیشتر از خرافات دوری کنید و با واقعیت‌ها زندگی کنید و سعی کنیم که آگاهی رو گسترش بدیم. پیروز باشید.